سلام دوستان، به یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدید. من یگولیکس هستم و توی کانالم از پرونده های عجیب و جنایی ویدیو میسازم. پس اگه طرفدار این سبک ویدیو هستید تا پایان ویدیو امروز با من همراه باشید و در انتها اگر که مایل بودید کانال رو سابسکرایب کنید. قبل اینکه بریم و ویدیومون رو شروع کنیم اینو بهتون بگم که همه اطلاعاتی رو که من به دست میارم خودم با تحقیقاتم از اینترنت به دست میارم، جمع آوری میکنم و در قالب یک ویدیو تهیه میکنم تا شما اطلاعات بیشتری به دست بیارید و قصد هیچگونه بی‌احترامی به هیچ یک از افرادی که توی ویدیوام دارم راجبشون صحبت میکنم رو ندارم. اگه حاضرین فوراً بریم که ویدیوی امروزم رو شروع کنیم و در ضمن سعی کنیم که توی کامنت ها و توی زندگی واقعی با هم دیگه مهربون تر باشیم. پس بریم که فوراً ویدیوی امروزم رو شروع کنیم. برو که بریم. لارن ایجی متولد آگوست سال 1993. لارن از همون زمان بچگیش یک دختر شاداب، پر جنب و جوش و پر انرژی بود و از این افرادی بود که تو هر جمعی که می اومد اون جمع رو خوشحال می کرد. اسم مادر لارن شری بود. لارن 3 خواهر برادر داشت. با مادر شری، خواهر برادرش و پدر ناتنیشون توی میسیسیپی زندگی میکردن و زندگی خوب و شادی رو در کنار هم داشتن. مادر لارن راجبش میگفت که لارن هم تندی داشت هم شیرینی. میگفت مثلا یه فلفل عسلی بود. یه همچین تعریفی رو از لارن داشت. خیلی دخترش رو دوست داشت. خیلی رابطه صمیمانه‌ای با لارن داشت. اگه بخوام از علاقه های لارن براتون بگم، لارن عاشق رقصیدن و عاشق ورزش کردن بود و لارن یک دوست صمیمی به اسم هانا داشت و هانا از این افرادی بود که مثلا فقط زمانایی که به لارن احتیاج داشت و تنها میشد یاد لارن میافتاد و به همین علت مادر لارن خیلی دل خوشی از هانا نداشت و خیلی ترجیحش این نبود که مثلا لارن زیاد با هانا بگرده و وقت بگذرونه. و دیدین که چقدر احساس مادرها قویه، چقدر حس قوی دارن. همیشه شری احساس بدی به هانا داشت و مثلا خیلی احساس خوبی بهش نداشت، خیلی باش حال نمی‌کرد. و دیدین معمولا مثلا این احساس بد مامانا همیشه درست در میاد راجع به دوستا. یه همچین سبکی بود این هانا و اینطور بود که مثلا هر وقت پای پسر می اومد وسط، لارن رو کلا فراموش می‌کرد و توجهش میرفت به سمت پسرها و همچین سبکی. یه روز تو سال 2015 یه فستیوال تابستانه بوده که مثلا یه کمپینی بوده، یه کمپی بوده، چند روز جوونا دور هم جمع می شدن و فستیوال بود و خوشگذرانی می کردن و تفریحات آبی تابستونی انجام می دادن. برای همین هانا به لارن میگه که اوکی که با هم بریم، دوست پسرم آرن هست و دوستش کریس هم میاد. و لارن میگه که باید اول از مامانم اجازه بگیرم و اولش مامانش خیلی دودل بود که اصلا اجازه بده لارن بره یا نه. و توی اون زمان لارن 21 سال سن داشت و یه آدم بالغ بود، ولی خب به خاطر احترامی که برای مادرش قائل بود داشت از مادرش اجازه میگرفت و مادرش هم طور بود که باشه عزیزم، من فقط خوشحالی تو رو میخوام، برو بهت خوش بگذره ولی مراقب خودت باش، حواست خیلی جمع باشه چون تو خیلی برای من با ارزشی. و هی ته دلش شری یکم استرس داشت، یکم اضطراب داشت، ولی خب نمیخواست جلوی خوشحالی دخترش رو بگیره. به همین علت به لارن اجازه میده که به اون فستیوال بره. پس این 4 نفر به فستیوال میرن، با هم کلی نوشیدنی‌های الکلی میخوردن، کلی تفریح میکردن، کلی وقت میگذروندن و هممون توی فیلم ها دیدیم که مثلا جوونا میرن بالای صخره ها، میپرن تو آب، از این قبیل کارها میکردن. و وقتی که داشتن میپریدن از بالا، یه سری سنگ اون پایین توی آب بوده و لارن خیلی حواسش جمع بوده که یه وقت نخوره به این سنگا، ولی چون موج آب اومده بوده روی که این سنگای کوچیک، لارن نمیبینه که اون قسمت سنگه و وقتی میپره یک کم از پشت سرش میخوره به سنگ، ولی اتفاق خاصی براش نمیفته و حالش خوب بوده و دوستاش میبینن که اول یه لحظه از حال داشته میرفته انگار، ولی بعد که حالش رو میپرسن و مطمئن میشن که حال لارن خوبه، به تفریحاتشون ادامه میدن و از تابستونشون داشتن در واقع لذت میبردن و تایم خیلی خوبی رو با هم داشتن. اول اینطور بهتون بگم که این فستیوال های سری کلبه های کوچیک، سری مکان های کوچیک کوچیک داشته که حالت کابین تور بوده و شما میتونستین شب رو اونجا بگذارنین. اول قرار بوده که بچه‌ها شب رو اونجا بگذارنن، ولی بعد هانا و کریس و آرن تصمیم میگیرن که برن بالای یک صخره. یه سری کمپ ها بودن که
توی ارتفاع بودن، زیر اون ارتفاع هم آب بوده و یه سری تاپ مانند زیرش وجود داشته که خیلی جای ناامنی بوده و بچه‌ها تصمیم میگیرن که شب اونجا بگذرونن و لورن اصلا از این قضیه خوشحال نبوده و خب حق داشته که خوشحال نباشه، به خاطر اینکه اون تاپ هایی که باید روش میخوابیدن خیلی تو ارتفاع بوده، زیرش آب بوده و یه جای ترسناک بوده. مثلا شما فکر کنین اگه اون پاره میشد اون تنابه، اینا که خوابیدن و رو شب میافتادن و اصلا جای سیفی نبوده، اصلا هیچ امنیت اونطوری به اون صورت نداشته و خیلی از جوونا یواشکی میرفتن اونجا تایم میگذرونن ولی هیچ جای حفاظت شده ای نبوده، حتی فنس هم نداشته که یکی از اون بالا پرت نشه پایین. و با این وجود که لارن اصلا تمایلی نداشته ولی خب دیگه باید با دوستاش میبوده دیگه، نمیتونسته تنها بمونه. البته لارن یکی از دوستهای دوران دبیرستانش رو اونجا میبینه و باش صحبت میکنه و اتفاقا اون دوستش دوست دختر سابق آرن بوده. آرن که دوست پسر فعلی هانا و دختره به لارن میگه که من تو این کمپ قبلا رفتم، خیلی جای ناامنیه، خیلی جای خطرناکه و من اصلا حاضر نیستم یه بار دیگه اونجا برم و لارن به تو پیشنهاد میکنم که تو هم نری. بعد لارن به دختر میگه که اوکی شما تو اتاقتون جا دارین که من شبو با شما بمونم که دیگه به اون کمپه که تو جای خطرناکه نرم. و دختر میگه که متاسفانه جامون پره، اگه جا داشتیم حتما اجازه میدادم که شبو با ما بمونی. پس لارن ناچار میشه با دوستای خودش بره به اون کمپه که توی ارتفاع بوده که ای کاش نمیرفت، واقعا خیلی جای ترسناکی بود. اونجا یه جای مرتفع بود، زیرش آب بود و حتی پر مار بود و هیچ جوره جای امنی نبود، جایی نبود که تو بتونی با خیال راحت چش رو هم بذاری و با خیال راحت بخوابی در واقع. به هر حال این 4 تا جوون میرن اون بالا تا ساعت 2:30 نیمه شب نوشیدنی میخورن و بعد میرن که بخوابن. فردا صبح که از خواب بیدار میشن وسایل لارن توی همون جایی بوده که کمپ کرده بودن ولی خود لارن نبوده و خب بچه‌ها پیش خودشون میگن که حتما لارن رفته که فستیوال رو تماشا کنه و داره پس خودش میگرده، پس نگران نمیشن و واسه خودشون میرن و کلی نوشیدنی میخورن و گشت و گذار میکنن، اصلا به لارن فکر نمیکنن، به دنبال لارن نمیگردن و خبری از لارن نداشتن دیگه. و آخرین بار لارن رو همون شب قبل اینکه بخوابن دیده بودن و ساعت میشه 4:30 عصر و یه گروه ماهیگیر داشتن ماهیگیری میکردن که ناگهان با یک صحنه وحشتناک مواجه میشن. دختری که مایوی صورتی رنگ تنشه و روی آب غرق شده، توی آب غرق نشده، نرفته زیر آب، روی آب همینطوری شناور مونده و صورتش رو به آبه. ماهیگیرا متوجه میشن که این دختر مرده و زمانی که برش میگردونن با بدن بیجان لورن 21 ساله مواجه میشن که خیلی صحنه وحشتناک و دردناک. زمانی که بدن لارن رو بیشتر بررسی میکنن متوجه میشن که پشت بدن لارن 2 تا جای کبودی که بیشتر حالت خون مرده شده بوده وجود داشته، خیلی کبودی‌های شدیدی بوده. همچنین روی شکم لارن یه علامت مثلثی پیدا میشه که اون علامت خیلی براشون عجیب بوده و جای گاز گرفتگی رو بدن لارن پیدا میکنن که یکی گازش گرفته بوده و بدن لارن رو میفرستن برای کالبد شکافی و با خانواده لارن تماس میگیرن و این خبر دردناک یعنی خبر فوت لارن رو اعلام میکنن. و نکته عجیبی که وجود داشته اون زمانی که اون ماهیگیرا بدن لارن رو پیدا میکنن به پلیس زنگ میزنن و 2 تا افسر پلیس میان اونجا و اون زمان 2 تا ماهیگیر و 2 تا افسر پلیس که جمعاً میشن 4 نفر فقط خبر داشتن از فوت لارن و اینکه بدن بیجان لارن کجا بوده. اما توی اون حوالی یه نفر دیگه هم وجود داشته و اون آرن دوست پسر هانا بوده که این موضوع خیلی عجیب غریب بوده و اینکه آرن داشته اونجا پرسه میزده و خیلی شک برانگیز بوده این موضوع. و میرن سراغ کالبد شکافی لارن. داخل بدن لارن یک تمپون پیدا میکنن ولی لارن اون زمان عادت ماهانه نبوده، پس میگن شاید لارن اون تمپون رو گذاشته بوده که وقتی میخواد تو آب بپره باکتری وارد بدنش نشه و بدنش عفونت نگیره. به دلیل اون تمپونی که توی بدن لارن بوده این فکر بهشون یعنی این فکر رو نمی‌کنن که مورد تعرض شاید قرار گرفته باشه لارن و اینطور بودن که نه خب این عادت ماهانه است پس هیچ کس نمیاد بهش تعرض کنه و دست درازی کنه. و حتی با اینکه یکی از افسرهای پلیس تاکید میکنه که کیت بگیرید، یک کیت بگیرید که معلوم میشه توش مورد
تجاوز قرار گرفته یا نه، ولی اصلا همچین کاری نمی‌کنن و اون کیت رو نمیگیرن و پلیس این پرونده رو یک حادثه اعلام میکنه و میزنه که این دختر به اثر پرت شدن فوت کرده. ولی بررسی ها نشان دهنده این بوده که توی شش‌های لارن اصلا آب نبوده و خب اگر یک نفر توی آب افتاده باشه و در حال غرق شدن بوده باشه باید شش‌هاش پر از آب باشه، ولی لارن اینطوری نبوده. همچنین اگر نفر تو آب غرق شده باشه 90% مواقع میره زیر آب و نمیاد روی آب بمونه چون سنگین میشه، شش‌هاش ریاش پر آب میشه. اما لارن قشنگ روی آب بوده و یه جوری بوده که انگار یک نفر لارن رو کشته و بعد انداختتش توی آب. ولی پلیس زیر بار نمیره چون تنبل بوده، نمیخواسته که تحقیق و بررسی کنه و میگه این یه پرونده عادیه، این تصادفاً این دختر اینجا پرت شده فوت کرده و تمام، پرونده بسته شد و پلیس اصلا به خودش زحمت نمیده که تحقیق کنه و بررسی کنه و فقط با دوستای لارن که باهاش بودن صحبت میکنه. اونا هم میگن ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی برای لارن افتاده. هانا دوست صمیمی لارن میگه که آخرین بار لارن رو دیدم که با یک مرد سمبالا داشت صحبت میکرد. آرن دوست پسر هانا میگه که شاید رفته بوده پیش دوست پسرش و اون یکی کریس دوست آرن هم میگه من دقیقا نمیدونم چیه و هی اینا داشتن حرفاشون رو عوض میکردن. دفعه بعد میگن آره رفته بود دستشویی بعد دیگه ندیدیمش و هی حرفاشون رو میپیچونن و خیلی مشکوک بود برخوردشون. ولی پلیس اصلا انگار نه انگار و اصلا هیچ زحمتی به خودش نمیده و میگه نه اتفاقی لارن پرت شده و فوت کرده. و مادر لارن یک کاراگاه شخصی استخدام میکنه. اون کاراگاه میاد 50 بار یه عروسکایی که مثلا مخصوص صحنه جرم هستن رو از اون ارتفاع پرت میکنه و هر بار پرت میکردن اصلا امکان نداشته به اون حالتی که لورن اونجا پیدا شده بوده به اون حالت در میومده و معلوم بوده که این یک صحنه جرمه و این یک حادثه نیست. با پرت شدن نمیتونسته لارن توی اون شرایط قرار گرفته باشه. ولی به این دلیل که هیچ شواهد و هیچ مدارکی وجود نداشته متاسفانه این یک قصد که نه یک حادثه اعلام شده بوده. و نکته عجیبتر و رنج آورتر از همه این بوده که دوستای لارن بعد از فوت لارن میرن و به ادامه کمپینشون، ادامه فستیوالشون میپردازن. خوش و خورم بودن و عکس میذارن و میگن این بهترین تابستون عمرمونه و اصلا این واقعا باورش خیلی سخته. یعنی چی؟ حتی زمانی که دوستای لارن برمیگردن نمیرن مراسم خاکسپاری دوستشون شرکت کنن. اون دختر با شما بوده که فوت کرده، حتی اگه واقعا شما تو کشته شدنش دستی نداشته باشید. یعنی واقعا دوزار فهم و درک نداشتین که برین شرکت کنین. حداقل حالا پسرها هیچی، ولی هانا چی؟ اون نباید میرفت مراسم دوست صمیمیش؟ واقعا باورم نمیشه. و تا امروز، تا همین الان هنوز هم این مرگ یک حادثه اعلام شده و تو سال 2021 شری مادر لارن شکایت میکنه بر علیه این 3 نفر، ولی چون هیچ ادله کافی و شواهد و مدارکی بر علیه این 3 نفر نداشته نمیتونه به هیچ جا برسه و میگن این یک حادثه بوده. اما یک پلیس قدیمی، یک افسر قدیمی بر این باوره که تمام شواهد و مدارک نشون میداده که لارن توسط یک شخص دیگه‌ای کشته شده و بعد انداختنش توی آب و صحنه سازی کردن. و لارن اون شب به یک از دوستاش پیام داده بوده، گفته بوده که من اصلا بهم خوش نمیگذره، اصلا حال خوبی ندارم، میتونی بیای دنبالم؟ ولی چون ساعت مثلا نیمه شب بوده، 2:30 بوده، اون دوستش نمیتونسته که بیاد اونجا و میگه متاسفم الان برام امکان پذیر نیست که بیام پیشه. و لارن هم میگه اوکی باشه مرسی. و همه این شواهد و مدارک کاملا نشون میداده که لارن تایم خوبی رو نمیگذرونده و اصلا اوضاع اوکی نبوده و به احتمال 90% این یک قتل بوده که دوری شواهد و مدارک دور شده بوده که انگار یک مرگ اتفاقی بوده و یک حادثه تلقی شده بوده در واقع. پرس‌درارتر از همه و لج‌درارتر از همه این که اون دوستای لارن حتی تسلیت ساده به مادر لارن نگفتن، چون بالاخره وقتی شما به عنوان یه اکیپ با یه سری دوستاتون میرین همتون مسئولیت دارین نسبت به هم دیگه. اینطوریه که مثلا اگه شما با دوستاتون توی کمپی هستید همتون باید مراقب هم باشید، هوای همو داشته باشید، نه اینکه کلا ول کنید هم دیگه رو. قبول دارین؟ واقعا دارم هرس میخورم.
به هر حال متاسفانه آرن و هانا با هم رفتن توی خونه توی فلوریدا، نقل مکان کردن، دارن با هم زندگی میکنن و حتی نامزد کردن و اصلا ککشون هم نگزیده که لارن فوت کرده. حتی تو فضای مجازی کلی هیت گرفتن از طرف مردم گفتن شما چجور دوستایی هستید، شما اصلا دوست که هیچ، چجور آدمایی هستید، چطوری میتونید اینقدر خونسرد باشید. و اونا اینطور بودن که وای به ما تهمت نزنید، خب ما خیلی تو دلمون ناراحت شدیم برای لارن، ولی حتما که نباید بیم در قالب پست اعلام کنیم و لجدرارترین آدم ها هستن. امیدوارم که معلوم بشه واقعا چه بلایی سر لارن اومده و افرادی که این موضوع زیر سرشون بوده به سزای اعمالشون برسن. کلی هرس خوردم و امیدوارم که واقعا معلوم بشه داستان چی بوده. شما در رابطه با این پرونده چی بود؟ آیا به نظر شما این یک قتل بوده، یک صحنه جنایت بوده، یا نه واقعا لارن خودش پرت شده و فوت کرده؟ هرچند که قشنگ معلومه که همه چی اینطور پیش نرفته. در ضمن یه نکته دیگر رو یادم رفت بهتون بگم. اون هم مدرسه لارن که بهتون گفتم اکس آرن بوده، اون مصاحبه کرده بود و گفته بود که آرن یک فرد خیلی عصبانی بود، یک فرد خیلی آزارگر بود و کلی من رو کتک زده بود و بهم آسیب رسونده بود و اون گفته بود که من به آرن مشکوکم و این موضوع رو هم گفتم بهتون بگم. در هر صورت تا همین الان که الانه، یعنی سال 2023، هنوز این مرگ اتفاقی اعلام شده. اگه احیانا خبری بشه که بعید بدونم، حتما ویدیوشو براتون تهیه میکنم. نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید و ممنونم از تایم شما که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. اگر تمایل داشتین کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. تا یک ویدیو دیگه میبینمتون. پس فعلا خدا نگهدار شما.